3 چیز را از خانمتان نخواهید. دوست خوب من، این 3 چیز را اگر از خانم بخواهید، خانم را از بین بردید، نابود کردید. 1. از خانمتان نخواهید که با فامیلش قطع رابطه کند. این بدترین ظلمی است که میتوانید شما در حق همسرتان بکنید. ببینید، همسر شما میتواند با پدر خود، با مادر خود، با خواهران خود، برادران خود، اقوام خویشان خود در ارتباط سالم و ارتباطات سالم قرار داشته باشد. حق نداری شما بگویید که با پدرت گپ نزن، با مادرت گپ نزن، با برادرت گپ نزن، با برادرزادت گپ نزن، با خواهرزادت گپ نزن. اینها حق خانم است که باید این که با چه کسی گپ میزنند، با چه کسی گپ نمیزنند. به هیچ وجه حق ندارید دوستان از خانمتان بخواید که از فامیلش دوری کنند، الا که انحرافات شما ببینید که عقل